سلام، خیلی خوش اومدین به اولین پادکست از چنل یوتیوب ملاریسا. این اولین پادکست ما هستش و خیلی خوشحال میشیم که ما رو دنبال کنیم. هدف ما از تأسیس این چنل کمک و راهنمایی در انتخاب بهتر شما عزیزان در دکوراسیون و ساختمان‌سازی هستش. چند وقتی میشه که با تحقیق و پرسجویی که از شما عزیزان انجام دادیم، با سرچ هایی که در کانال های یوتیوب انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که جای این چنل در یوتیوب میتونه خالی باشه. پس تصمیم گرفتیم این چنل رو راه اندازی کنیم و تمام اطلاعات معماری مثل تفاوت متریال ها، مبلمان و فرنیچرها، تجهیزات ساختمانی، بایدها و نبایدهای معماری، ویلاسازی، هزینه ها، معرفی فروشگاه های معتبر، نکات طراحی و اجرایی و هر چیزی که به شما عزیزان در انتخاب بهتر کمک میکنه رو در این چنل ما ارائه بدیم. بریم سراغ معرفی و آشنایی با ما، یعنی معماری ملاریسا. ما یک تیم هستیم که در زمینه دکوراسیون داخلی، بازسازی و نوسازی، محوطه سازی و روف گاردن، ویلاسازی و ساختمان‌سازی فعالیت می‌کنیم. سبکی که کار می‌کنیم مدرن هست، با تلفیق مینیمال، اسکاندیناوی، رستیک، صنعتی و تا حدودی مراکشی. در فضاهای عمومی مثل کافه، رستوران‌ها، فضاهای اداری و کلینیک‌ها، فروشگاه‌ها و مهمتر از همه مسکونی. کارهای ما رو در پیج‌های اینستاگرامیمون میتونین دنبال کنین. این باعث افتخار و خوشحالی ماست. خب خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو همراه من بودین. نظراتتون رو برامون کامنت کنید، چنل ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو روشن کنید تا از ویدیوهای بعدی که در چنل قرار میدیم با خبر باشید.